الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما یک از صفات یهود رو بیان میکنه که عهد شکنی است و همیشه عهد و پیمانشان رو می شکستن. حتی با پیامبران الهی عهد می بستن و بعد از اون این عهد و پیمان رو می شکستن. الله متعال در سوره نساء بیان می کند که فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق، به خاطر پیمان شکنیشان، به خاطر عهد شکنیشان و به خاطری که به آیات الهی کفر می‌ورزیدن و پیامبران الهی رو به ناحق می‌کشتن، الله سبحانه و تعالی اینها رو، قلب‌های اینها رو مهر میزنه و اینها رو به عذاب دردناک در دنیا و آخرت گرفتار میکنه. اگر شما تاریخ بنی اسرائیل رو ببینید، بعد از وقایعی که با موسی علیه السلام داشتن، بعد از هر معجزه‌ای، بعد از هر نجاتی که الله سبحانه و تعالی اینها را از دست فرعون نجات داد، از دست قوم ستمگر و ظالمی که بر اینها ظلم میکرد نجات داد، اما اینها به جایی که شکر الله سبحانه و تعالی را ادا بکنن، به جای اینکه عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام بدهند، هر روز یک بهانه‌ای میجستن. مدتی رو به گوساله پرستی آوردن، بعد از اون فسق و فجور و ظلم و سرپیچی از اوامر الله سبحانه و تعالی که همه اینها سبب شد که الله سبحانه و تعالی بر اینها ذلت و خواری را در دنیا اجرا بکنه. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید ضربت علیهم الذلة والمسکنه، بر اینها ذلت و بدبختی و بیچارگی بر اینها در نهاد اینها و در وجود اینها قرار داده شده. به خاطر چی؟ به خاطر پیمان شکنیشون، به خاطر کفرشون، به خاطر ظلمشون، به خاطر سرپیچی از اوامر الله سبحانه و تعالی. از اون زمان که اینها به نعمتهای الهی کفر ورزیدن تا امروز میبینیم که اینها هیچ وطنی ندارند، هیچ سرزمینی که بتونن در اونجا آرام زندگی بکنن ندارن. در طول تاریخ میبینید که در هر جایی که بودن، به خاطر اخلاقشون، به خاطر طبیعتشون، به خاطر عهد شکنی و پیمان شکنیشون، به خاطر ظلم و ستمشون، به خاطر نافرمانیشون، مورد قهر و غضب الهی قرار گرفتن و همیشه با اقوام و با ملت‌های گوناگون اینا درگیر بودن. با آلمان ها مثلا در زمان هیتلر میبینیم، قبل از اون، بعد از اون و تا امروز اینا یک سرزمینی که در اونجا آرام بگیرن و استقرار داشته باشن ندارن. حدود 100 سال میشه که در سرزمین فلسطین مستقر شدن، ساکن شدن، اونجا رو اشغال کردن و برای خودشون قوی ترین دولت رو از نگاه نظامی و از نگاه تکنولوژی در اونجا درست کردن. اما یک روزی هم اینها آرامش نداشتن، همیشه در ترس، در دلهره، در جنگ سپری کردن و سببش هم همین ظلم و ستمی است که اینها بر ملت‌های دیگر روا می‌دارن و جز اعتقاداتشان این است که اینها به اصطلاح فرزندان الله سبحانه و تعالی هستند والعیاذ بالله و خودشون رو نزدیکان و فرزندان پروردگار می‌دانن، خودشون رو قوم برتر می‌دانن و میگن که اصل انسان‌های واقعی ما هستیم و غیر از ما همه بشر برای خدمت به یهود آفریده شدن. بعد از آتشبسی که در اوایل ماه رمضان رخ داد و مدتی آرامش نسبتاً در نوار غزه و مناطق اشغالی که حدود بیش از 1.5 سال در اونجا جنگ به شدت جریان داشت و ده‌ها هزار نفر از زنان و کودکان و مردم بی‌دفاع فلسطینی در اونجا قتل عام شدن،
همه امیدوار بودن که این آتش بس و این وضعیت ادامه پیدا بکنه که ناگهان دیدیم که باز دوباره طبق عادت همیشگی که الله سبحانه و تعالی جز صفات اینها بیان میکند عهد و پیمان خودشون رو شکستن و دوباره جنگ رو به راه انداختن و در این روزها شاهد هستیم که به وسیله بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی، بمب‌ها و موشک‌هایی که حتی در جنگ بین کشورها یعنی رسما و طبق قوانین بین الملل ممنوع هست، در یک منطقه کوچک در نوار غزه مورد استفاده قرار میگیره. دیدیم صحنه‌هایی از قتل عام و کشتار و سوزاندن زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی رو و متاسفانه جهان اسلام و حکام خودفروخته آن و مسلمانانی که هیچ حول و قوه‌ای ندارند فقط شاهد این صحنه‌های ظلم و ستم هستند و حتی شاید خیلی از مسلمان‌ها امروز جرأت تقبیح کردن این جنایات را هم نداشته باشند. و این جهانی که دم از حقوق بشر و آزادی بیان میزند، همین الان اگر ما و شما در این برنامه یک کلیپ چند ثانیه‌ای از جنایت‌های صهیونیست‌ها رو در غزه پخش بکنیم، هم کانال رو میبندن و هم صفحاتی که این برنامه داره پخش میشه رو میبندن. این است آزادی بیان و حقوق بشر دروغینی که بیش از 100 سال مردم رو با این شعارهای دروغین فریب دادن. اما این کشتار و این جنایت هایی که انجام میدن در اونجا نشان دهنده زبونی، بدبختی و بیچارگی این هست. دیروز در مورد این جنایت ها و کشتاری که صورت میگیره صحبت میکردیم. در جایی تعداد مسلمانانی که در انقلاب مردم الجزایر به شهادت رسیدن بیش از 1.5 میلیون نفر بود. تعداد کودکان و مردم غیر نظامی که در طول 10 سال در سوریه به دست نظام جنایتکار ولی فقیه و سربازان جنایتکار زینبیون و فاطمیون و آشغالیونی که در اونجا بودن به صدها هزار مرتبه بیشتر از تعداد کشته های مردم فلسطین بود. در طول 20 سال کشته هایی که در افغانستان دادن مردم بیچاره و بی‌دفاع افغانستان، روستاهایی رو کاملا نابود کردن که هیچ اثری از اون روستاها تا امروز وجود ندارد. اما فرق اینجاست که امروز در غزه شاید دوربین هایی هست، خبرنگارانی هستند، مردمی هستند که این جنایت ها و این وقایع رو منعکس میکنن. اما در اونجا شاید در سوریه، در افغانستان، در عراق، در الجزایر، در خیلی از کشورهای، در کشمیر، در چچن، در داغستان جنایت هایی صورت گرفت که نه فیلمی از اون پخش شد، نه تصاویری به جز تصاویر اندکی که بعضی از خبرنگاران پخش کردن. یا در بوسنیا اگر به یاد داشته باشید در دهه 90 وقتی که سرب ها و کروات های جنایتکار مسلمانان را قتل عام کردند در سربرنیتسا، در شهری که در اختیار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بود. شهری که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اومده بودن گفته بودن امنیت این شهر رو ما گرفتیم و همه مردان مسلحی که از مسلمان ها بودن در این شهر همه رو بیرون کردن، گفتن شما نباشید، این شهر دست ماست. در یکی از شبهای زمستان در نیمه‌های شب راه ها رو باز کردن برای جنایتکاران وحشی سربی و کرواتی و این شهر رو کاملا مردمش رو قتل عام کردن. شما تصور کنید در طی چند روز به 10,000 زن مسلمان در اونجا تجاوز صورت گرفت. اما نه حقوق بشری بود، نه سازمان مللی بود،
نه حقوق انسانی بود، نه کسی پرسید که جنایتکار کی است، چرا این کار رو کردن. حتی بعضی از مردم مسلمان سربرنیتسا میگن که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در حالی که بطری‌های شراب در دستشون بود و مست بودن، راه رو باز کرده بودن برای جنایتکاران سربی که مردم را قتل عام بکنن. این وضعیت کفار است، این وضعیت دشمنان اسلام است که هیچ عهد و پیمان و رحم و مروتی در مقابل کسی که مسلمان باشه ندارن. با حیوانات حقوق حیوانات رو دارند. با خودشون یک نفر از اونها اگر دماغش خون بشه حاضر هستن یک کشوری رو به خاک و خون بکشن. اما وقتی که نوبت مسلمان ها میرسه، نه حقوق انسانی است، نه مواثیق و عهد و پیمان بین المللی است، نه سازمان مللی است، هیچ گونه نه حقوق بشری است، نه آزادی بیانی است. شما امروز به عنوان یک مسلمان بخواید یک صحنه ای از جنایت های صهیونیست‌ها رو در فیسبوک، در توییتر، در یوتیوب یا در صفحات اجتماعی پخش بکنید، تحذیر میدن و صفحه شما رو میبندن. اما اگر کوچکترین ضرری به یکی از اونها برسه، راست و دروغ همه دنیا رو پر میکنن که بله اینجا حقوق بشر زیر پا شده. این وضعیت مسلمانان فلسطین است که بعد از بیش از 1.5 سال همچنان در خاک و خون غلتیدند و کشته میشن و سوزانده میشن. چند روز قبل یکی از فکر کنم وزیر دفاع صهیونیست‌ها بود که گفت ما یک دانه گندم رو هم اجازه نمیدیم که به فلسطین یا به غزه وارد بشود. و بدبختی در اینجاست که این همه کشورهای اسلامی و این همه ارتش‌های اسلامی که کشورهای همسایه‌ای که هستند، از هیچ کدام از اینها صدا در نمی آید و توقعی هم از اینها نمی رود. چرا؟ اینها همه مزدورانی هستند که توسط همین استعمارگران یهود و نصارا بر کشورهای اسلامی حاکم شدند. الله سبحانه و تعالی شر اینها را از سر امت اسلامی دور بکنه تا مسلمانان بتوانند به مجد و عظمت و قدرت سابقه خودشون برگردن. همچنین شاهد هستیم که خاصا در هفته گذشته خیلی از مناطق در سوریه به شدت از طرف صهیونیست‌ها بمباران میشه و این بیانگر این است که تا الان یک محافظ و یک نگهبانی به نام بشار اسد و پشتیبانی رژیم جنایتکار ولایت فقیه در این منطقه وجود داشت که امنیت اسرائیل رو گرفته بودند و اسرائیل از اونها هیچ احساس خطری نمی کرد. اما بعد از اینکه فرزندان واقعی این سرزمین حاکم شدند در سوریه، اکنون احساس خطر کرده و می‌بینیم که بعضی از مناطق نظامی رو، بعضی از مراکز علمی رو، حتی مناطق غیر نظامی رو بمباران و موشکباران میکنن. و این نشون میده که دشمنی آمریکا و دشمنی اسرائیل با اهل سنت است، با مسلمانان واقعی است. و طی روزهای آینده شاهد خواهید بود که ایران با همین اسرائیل و با همین آمریکا سر میز مذاکره خواهد نشست و حتی خبرهایی میگه که مکان مذاکره هم در عمان، در کشور سلطنتی عمان در حوزه خلیج در اینجا تعیین شده و به خاطر بقای خودشون حاضر هستن که همه رو فدا بکنن. حزب الله رو فدا کردن، بشار اسد رو فدا کردن، حوثی ها رو هم خواهند فروخت و برای اونها هیچ کس مهم نیست.